یک وجب متای دیگر نرسیده؟ متا نرسید وکارزو جان، ولی جایزه رسید. به خاطر یک جایزه بی ارزش خود را برهنه کرده به نمایش برآمدن و هزاران مرد را به گناه کشیدن خیلی کار زشت و بدی است. عاقبت آن خیلی خطرناک است. این یگان زن هندو یا اروپایی نیست که به زنان مسلمان مانندی ندارد. این زن سراینده تاجیک مهرنگار رستم است که با پوشیدن لباسهای نیم برهنه و شهوت انگیز مشهور است. خانم مهرنگار، از پروردگار عالمیان برایت یک پیام دارم. اگر مسلمان باشی در این پیام پروردگارت کمی اندیشه میکنی. خداوند در سوره اسراء میفرماید هر کس دنیا بخواهد، یعنی مال و ثروت و شهرت بخواهد و پروای آخرت نداشته باشد، بزودی هر کسی را که بخواهیم، هر قدری که بخواهیم به او دنیا میدهیم. یعنی مال و ثروت و شهرت و هر چیزی که از دنیا میخواهد ما به او میدهیم، ولی بعد از آن در آخرت برای او جهنم را قرار میدهیم که با ذلت و خواری و رانده شده و آن داخل می شود. خانم مهرنگار، فکر نکن که این همه مال و ثروت و شهرت که داری نشانه دوستداری خداوند است، بلکه یقین بدان که هر چیزی که داری از جانب خداوند برایت امتحان است. خانم مهرنگار، با چنین سر و لباس چرا میخواهی به مردم نشان دهی؟ آزادی زنان تاجیک و مدنیت پیشرفته تاجیکان را اشتباه میکنی. اگر بدن نیم برهنه خود را نشان دادن مدنیت باشد، پس باید چارپایان از شما دیده با مدنیت و پیشرفته تر باشند، چون که چارپایان کاملا برهنه و لوچ هستند. و اگر آزادی میخواهی پس نباید به مثل غلامان و کنیزان لباس بپوشی، چون که غلامان و کنیزان در زمان قدیم به مثل تو نیم برهنه بودند. پس این کار تو نه آزادی است و نه پیشرفت مدنیت.